بعضی از بینندگان ما میخوان واقعا بدونن که مسئله روح چیست. اصولا از نظر علمی خواهش میکنم که در مورد روح صحبت بفرمایید. و معذرت میخوام، و اصولا اگر روحی وجود داره جاش در کجای بدنه؟ خیلی جالبه. من فکر میکنم که معذرت میخوام که صدام یه ذره سرما خوردیم مثلا. فکر میکنم که این سوال شما یکی از مشکل ترین سوالاتی باشه که در این دنیا وجود داشته باشه. من تا جایی که ظرفیت و استعداد من بخواد میتونم که به سوالات شما جواب بدم، ولی یقین بدانید که با موافقت همگی هم روبرو نخواهم شد، چون عقاید در این باره مختلفه. ولی همونطور که فرمودید ما از بچگی مسئله روح رو یاد گرفتیم و اون هم به علت اعتقادات و عقاید، حالا وابسته به هر مرام و مسلکی هم که افراد باشند، به همه ما یاد داده شده که روح در انسان هست. بله. و خود من هم دانایی و آگاهی اولیه درباره روح رو از همین تعالیم یاد گرفتم. ولی خب بعدش علم و دانش و تحقیقات بهش اضافه شد. حالا هم اگر من هرچی بگم پایه و اساسش به هر حال روی همون تعالیم بنا شده. اما شما امروز میخواهید که از یک دانشگاهی بدانید که آیا از دید علم و دانش هم میشه روح رو در انسان ثابت کرد؟ از دید من وجود روح در انسان ثابت شده، اما علم نمیتوانه یک دستگاهی رو اختراع کنه که به ما این روح رو نشان بده. این روحی که من به وجودش پی بردم چیزی نیست که من بتوانم لمسش کنم و یا بگذارمش زیر میکروسکوپ بگم این شکلیه. جا و محل به خصوصی هم در بدن نمیشه براش تعیین کرد، برای اینکه این روح مربوط میشه به همه وجود ما. بله. هرچند که من سوال دیگه هم آماده کردم که از شما بپرسم، من که یکی از اون کارهای خیلی سخت برنامه‌های تلویزیونی ما بودی که در مورد روح صحبت کنیم. آقای پروفسور سمندری، خواهش کنم بفرمایید که اگر دستگاهی برای کشف روح نیست، شما چگونه به روح پی بردید؟ کلاً یه مقدار علمی‌تر برای بینندگان صحبت کنید. تحقیقات ما امروز به جایی رسیده که ما می‌دانیم که تمام این بدن انسان از 20 نوع مواد پروتئینی مختلف تشکیل شده. درصد مقدار اینها را ما می‌دانیم. این 20 ماده شیمیایی رو می‌شود در لابراتوار همش رو درست کرد. خب ما وقتی که اینها رو همه رو با هم مخلوط می‌کنیم چرا ازش یک انسان در نمیاد؟ دانشمندان حتی یک سلول رو هم نتونستن بسازن که این مثل یک سلول بدن کار کنه. فهم و ادراک من به اینجا میرسه که باید یک قدرتی وجود داشته باشه که به ما زندگی و حیات میده، قدرتی که مانع از متلاشی شدن این اعضا و سلول های بدن ما میشه، قدرتی که اصلا به زندگی ما شکل میده و شخصیت ما رو تعیین میکنه. این قدرت روح ماست که به عقیده من تمام اسرار زندگی درش نهفته شده. من که در رشته آناتومی باید انسان رو شناسایی کنم، باید مغز و فهمش رو شناسایی کنم و قلب و احساسش رو، به این نتیجه رسیدم که این روح در هر فردی وجود داره و بدون روح هیچ کدام ما نمیتونیم زنده بمانیم. اصلا که یه سوال دیگه هم نوشته بودم، به نظر شما این روح به چه طریق در بدن به وجود میاد؟ سوال سختی به قدرت اراده. این روحی که نه از ماده تشکیل شده و نه از جسم، این روحی که صدها رمز و اسرار درش نهفته شده، یک همچین روحی نمیتوانه اتفاقی و یا اجباری به وجود آمده باشه. ما کافیست که فقط 2-3 تا اسرار این خلقت رو به یاد بیاریم تا متوجه بشیم که هیچ کدام این مخلوقات نمیتوانند اتفاقی به وجود آمده باشند. ببینید این دنیای نامتناهی رو، این کهکشان بدون انتها، این ذرات پر از اسرار، صدها هزار سال طول کشید تا بشر فهمید که تمام موجودات از اتم و مولکول تشکیل شدن. الان ما وارد قرن 21 شدیم، هنوز دانشمندا به خوبی نمیدونن قدرت کشش این کرات از کجا میاد. ما اگر وارد هسته زمین بشیم همش سنگ و آتشه. این سنگ و آتش این قدرت کشش رو چجوری به وجود میاره؟ اگر شما این سوال رو از فیزیکدانها بکنید
بهتون جواب میدن که خب همین نیست که هست دیگه، هر جسمی قدرت کشش توشه. این جواب یعنی ما نمیدانیم. تا به امروز کشفیات موفق شده نور رو 70,000 برابر قوی تر کنه و توسط آنتن‌های مخصوص و امواج رادیویی توانستن ستارگانی رو در این آسمان‌ها کشف کنن که 15 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره و سرعت نور هم یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه. ببینید اینها اعدادی هستن که حتی شمردنش هم برای ما مشکل، تا چه برسه مفهومش. میتواند این فکر بشه که اینها همه اتفاقی به وجود آمدن؟ میشه این فکر رو کرد که این ستارگان خودشون رو به وجود آوردند؟ 4-5 سال پیش موقعی که ستاره شناسان با اون دستگاه‌های مخصوص خودشون مشغول مشاهده یک ستاره در همین کهکشان خود ما بودند، شاهد انفجار و منهدم شدن این ستاره شدند که البته 1-2 روز طول کشید تا این ستاره کاملا متلاشی شد. بعد معلوم شد که این حادثه 180,000 سال پیش اتفاق افتاده و تازه الان خبرش به ما رسیده. یعنی ما انسان‌ها 180,000 سال ستاره‌ای رو در این آسمان می‌دیدیم که دیگه وجود نداشته. همین الانش صدها ستاره رو می‌بینیم که دیگه وجود نداره و صدها ستاره‌ای هم به وجود آمده که هنوز نورش به ما نرسیده. حالا اینها که مربوط میشه به آسمان‌ها، ما به اسرار و رموز همین زمین خودمون، کره زمین خودمون نتونستیم پی ببریم. الان که من و شما اینجا نشستیم، این کره زمین 3 حرکت مختلف رو در آن واحد داره انجام میده، ولی با چه سرعت‌هایی؟ یعنی با سرعت 1800 کیلومتر در ساعت داره دور خودش میچرخه. یعنی سریعتر از سرعت صوت، با سرعت 90,000 کیلومتر داره دور خورشید میچرخه. اصلا ما واقعا نمیفهمیم. و با سرعت صدها هزار کیلومتر داره این کره زمین در این محور منظومه شمسی دور مرکز کهکشان خودمون داره میچرخه. و همینطوری که گفتید ببینید این سرعت‌های خارق العاده رو ما نه حس میکنیم، احساس نمی‌کنیم، نه با کوچکترین سر و صدایی انجام میگیره و نه با کوچکترین ارتعاشاتی. خب از خودمون باید بپرسیم این موتور این کرات به این سنگینی کجان که این سرعت‌ها رو به وجود میاره بدون کوچکترین نوسانی؟ تازه این چند تا چیزی که گفته شد، اینها یک مویی از دریای این اسرار خلقت رو به ما داره نشان میده. میشه این فکر کرد که اینها همه اتفاقی به وجود آمدن. میشه این فکر کرد که در این جو نامتناهی، این کره زمینی که از سنگ و آتش تشکیل شده، زمینی که خودش نه فهم داره، نه شعور داره، نه ادراک داره، نه احساس داره، انسانهایی رو به وجود آوردن که فهم دارن، ادراک دارن، شعور دارن، احساس دارن، انسانهایی که قدرت اختراعات و اکتشافات دارن. زمینی که خودش معذرت میخوام زمینی که خودش هیچ اراده ای از خودش نداره، این انسان‌هایی رو به وجود آورده که اراده دارن. تازه این چیزهایی که ما گفتیم اینها همه از ماده و جسم بودن که ما هیچی ازشون نمیدونیم. روح که ماده و جسم هم نیست، چجوری میتونیم اصلا به حقایقش پی ببریم؟ ما هنوز به اسرار یک سلول کاملا پی نبردیم. من اگر بخوام در اینجا یک قطره‌ای از اسرار همین بدن خودمونه که من تدریس میکنم تعریف کنم، به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ شود. این اسرار بی انتها، برداشت من اینه که این روح ما نمیتوانه اتفاقی به وجود آمده باشه. این روح ما فقط میتوانه ارادی و اختیاری به وجود آمده باشه، یعنی با قدرت خلاقه و با قدرت آفرینش. و در واقع علت اصلی این خلقت هم با تمام این ابهتش انسانه و علت اصلی انسان هم یعنی روحش. به قدری شما شیرین صحبت میکنید که من فکر کنم که اصلا برنامه‌های دیگر پخش نکنیم، به صحبت‌های شما گوش کنیم. البته که برنامه‌های دیگر باید پخش بشه. من اینجا خودم شاهدم که بیانات سودمند